خانه در آتش می سوخت. گنجشک و سنگ پشت سعی و کوشش میکردند تا آتش را خاموش کنند. فیل از آنها پرسید: شما دو کس چیکار کرده ایستاده اید؟ آن دو گفتند: در این نزدیکی چشمه هست که از آنجا با دهان خود آب میکشانیم تا آتش را خاموش کنیم. فیل گفت: آبی که در دهان شما جا میگیرد حتی نمی شود با آن دانه گوگردی سوخته ایستاده را هم خاموش کرد، چی رسد به این که خانه در گرفته ایستاده را خاموش کنید. ای گنجشکک، هرچند که تو تیز پرواز میکنی اما هزاران بار هم روی و برگردی کارت یگان فایده ندارد. تو باشی ای سنگ پشت، یک بار دیگر به لب آب رفته بیایی میبینی که خانه خاکستر گشته است. این کار شما بسیار هم خنده آور است. گنجشک و سنگ پشت پاسخ دادند: با این کار ما ممکن که آتش خاموش نشود، اما آن زمان که خداوند میپرسد وقتی که خانه دوستتان میسوخت شما چیکار کردید، پاسخ میدهیم که هر آنچه در توان و قدرتمان بود انجام دادیم.